ما به موسی کتاب رو دادیم، الف لام که آمده منظور همون توراته. و جعلناه هدی لبنی اسرائیل، این کتاب رو راهبر قوم بنی اسرائیل که اینک از دست فرعون نجات پیدا کرده با یک قانون اساسی راهنمای عملی میخوان قرار دادیم. الله تتخذوا من دونی وکیلا، این کتاب برای این بود که به جز خدا به کسی تکیه نکنن، وکیل دیگه‌ای به جز خدا نگیرن. وکیل چیزیست که آدم بهش توکل میکنه، توکلم تکیه کردنه، کارشو به او میسپره. این بنی اسرائیل قرنها کارشون رو به اربابای زر و زور و تزویر سپرده بودند، شخصیت نداشتن، جامعه‌ای بود که همواره دیگران برشون حکومت میکردن، اعتماد به نفس نداشتند. کتابو دادیم که شخصیت پیدا کنید، اراده پیدا کنید، رو پای خودتون بایستید، بجز الله هیچ کسی رو وکیل نگیرین. وکیل آدم میگیره کارشو به او میسپره دیگه. رو پای خودتون باشید، خودکفا باشید، کارتون رو به کسی جز خدا نسپارید. در همین دو آیه اول یه نکته فنی بسیار جالبی نهفته، همون بحث ما و من و او که بارها عرض کردم. خدا رو در قرآن بعضی جاها به عنوان شخص سوم، شخص غائب عنوان میکنه. او کسی است که هو الذی، بعضی جاها میگه ما، بعضی جاها میگه من. تو این دوتا آیه از روشنترین و آشکارترین آیات قرآنی که تفاوت اینا رو میشه شناخت. ببینید میگه سبحان الذی، منزه اون کسی که، انگار یه کسی داره خدا رو تعریف میکنه، موصول الذی داره میاد، که بنده اش را به عبدهی، ضمیر سوم شخص دیگه، منزه اون خدایی که بنده اش رو از مسجد الحرام به مسجد الاقصی برد که بارکنا حوله، ما پیرامونش رو، نمیگه خدا پیرامونش رو، اینجا ما میاد، ما پیرامونش رو برکت دادیم، لنوریه من آیاتنا، تا از آیاتمون به او نشون بدیم. پس او، اینو بهش میگن صنعت التفات نظر ادبی در قرآن، دائما ضمایر عوض میشن. او کسی است که این چنین کرد. حالا آیات مال خداست، چرا میگه ما؟ دستاندرکاری طبیعت، نیروهای طبیعت، نقش انسانها که آباد کردن این شهر رو، این بیت المقدس رو. آیات خدا مجموعه است که تو جهان هست، نیروها، فرشتگان، ملائک. حالا آیه بعدی رو گوش کنید. آتینا موسی الکتاب، اینجا باز ما میاد، ما به موسی کتاب دادیم. این ما تا موسی این آمادگی رو نداشت که پیدا نمی‌کرد. پس نقش خود موسی هم در گرفتن کتاب مؤثره. نقش جامعه، زمان، یه مجموعه است، یه سیستمه. ما به موسی کتاب دادیم و جعلناه، ما قرارش دادیم برای بنی اسرائیل هدایت. برای چی؟ الله تتخذوا من دونی وکیلا، برای اینکه به جز من وکیل نگیرند. دیگه نمیگه به جز ما، دیگه ما معنی نداره، توکل فقط برای خداست.